دوستان زیادی ایمیل دادن بعضی که امتحان در بار اول فیل شدن خیلی احساس ناامیدی داشتن و یا که بعضی دوستان که هنوز امتحان ندادن و مدت زیادی هم هست که آمادگی میگیرن خیلی استرس فیل شدن در بار اول داره. امتحان PMP همه میدونین که در یک سال 3 بار ما میتونیم امتحان رو بدیم و اگر که بار اول نتونیم پس کنیم امتحان رو میتونیم بار دوم نه بار سوم و اگر برای بار سوم نتونیم امتحان فیل کنیم 1 سال نمیتونیم امتحان بدیم و باز برای سال بعد از اون میتونیم که بعد از آمادگی گرفتن باز به همین منوال 3 بار امتحان در سال بدیم. از فیل شدن در بار اول اصلا نترسین. فیل شدن در بار اول به شما خیلی چیزها رو می‌آموزه، نحوه برگزاری امتحان و به خصوص استرس امتحان کاملا از بین میره بعد از اولین امتحان و ای که نحوه طرح سوالات، چگونه سوالات طرح شده، از چه بخش‌های بیشتر اومده و مطمئن باشین بعد از که امتحانم اگر در بار اول امتحان فیل بشین سوال‌های شاید خیلی کم باز به سوال‌ها اضافه بشه و فقط شما جابجا میشه سوال‌ها و این اگر که حس کردین که برای امتحان اول تا حدودی آماده هستین بهترین گزینه ای هست که حتما برای امتحان راجستر کنین، حتما امتحان رو بدین و اصلا نگران از فیل شدن نباشین، چون که اینقدر که از بار اول که فیل میشین میآموزین شما در تمام اون دوره یادگیری که 1 سال باشه یا چند ماه باشه شما نمیتونین بیاموزین. یادمه که در اولین امتحان که فیل شدم تجربه این پیدا کردم که خیلی موضوعات بوده که نباید زیاد وقت میگذاشتم روی اینا، خیلی فوکس میکردم روی اینا و باز موضوعاتی دیگه بود خیلی ساده تر و راحت تر ولی فوکس زیادی رو اونها کرده بودم که تایم زیادی گرفت تا برای امتحان آماده شدم. بنابراین امتحان حتما برای بار اول بدین و مطمئن باشین از تجربه‌ای که از فیل اول شما به دست میارین بسیار چیزها میآموزین که خیلی زود میتونین با یک آمادگی خیلی خیلی کوتاه به امتحان بعدی آماده بشین و امتحان رو بدین و پس کنین. خیلی عزیزان هستن که بار اول نتونستن امتحان پس کنن و بار دوم پس کردن. پس از این که خواسته باشین در امتحان اشتراک کنین هیچ هراسی نداشته باشین، فیل اول را به عنوان یک تجربه و یک داشته خیلی گرانبها برای خود داشته باشین. اگه آماده بودین حتما در اولین امتحان اشتراک کنین.